سلام. حتما همتون اسم قرابیه تبریز رو شنیدین و خوردینش رو خیلی هم دوستش داشتین. خیلی خوشمزه است. ولی من امروز نمیخوام براتون قرابیه تبریز درست کنم. ترکا به تمام شیرینیاشون تقریبا میگن قرابیه. من میخوام امروز براتون قرابیه سیب درست کنم. لینک صفحه‌ای که رسیپی از روش برداشتم رو هم براتون میذارم. اگه ترکی استانبولی بلدین که خب راحت میتونین برین و درستش کنین. اگرم که ترکی استانبولی بلد نیستین، من با کمال میل براتون درستش میکنم. برای درست کردن این قرابیه اول سیب رو رنده میکنیم، داخل مایتابه میریزیم، شکر روش میریزیم، درش رو میزنیم و میزنیم که رنگش وقتی تغییر کرد بهش دارچین گردو رو اضافه میکنیم. آردو خوب الک میکنیم، یه 3 بار الک کنیم که یه خمیر 1 دست خوب بهمون بده. بقیه مواد رو هم با هم خوب مخلوط میکنیم. کره حتما دمای محیط باشه. بعد از اینکه مخلوط کردیم آرد رو بهش اضافه میکنیم. من اینجا دستامو شستم مطمئن باشیم. بعد این خمیرمون رو باز میکنیم، بهش شکل میدیم و مواد رو داخلش میذاریم و میپیچیمش و بعد داخل فرم میذاریم و قرابیه های ما به این شکل آماده میشه.